شاه اثری گرانبهای ابوالقاسم فردوسی شاهنامه که همچون رمز افتخار و خیرت ملت تاجیک اعتراف شده است به شهر پنجکند وارد گردید. این کتاب به هر خانواده همچون تحفه پیشوای ملت به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تقدیم می شود. این شاه اثر بی‌زوال در 2 جلد و با تعداد 1,700,000 نسخه نشر شده است و به هر عائله ساکن تاجیکستان از جمله به 60,000 عائله ساکن شهر پنجکند تقدیم کرده می شود. اقدام مذکور جزئی برنامه دولتی بالا بردن معرفت ملی و احیای سنت‌های کتابداری و کتابخوانی می باشد. زیرا شاهنامه محصول 35 سال جستجو و ایجاد فردوسی حماسه با شکوه است که در آن وطن دوستی، ارزش‌گذاری به عنعنه‌های ملی و تاریخ کهن مردم تاجیک با تازگی خاص انعکاس یافته است. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز به شهر باستانی پنجکند نیست تحفه در انتظار اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اثر زوال حکیم فردوسی شاهنامه دسترس اهالی شهر دیهات پنجکند گردید و ما امروز دیدیم که مردم شهر دیهات پنجکند با خوشنودی این اثر خیلی قیمت بها را قبول کردند و با خوشنودی به خاندان خود گرفته می روند. باید قد نمود که اثر بزرگ شاهنامه اهمیت تاریخی دارد، اهمیت تربیوی دارد و اثری است که آن از اجداد گذشتگان ملت تاجیک نقل می کند و قهرمانان آن تمثال امروز نمونه عبرت شهروندان است. ما افتخار می کنیم که مردم شریف تاجیکستان به قدر زحمت‌های محترم پیشوای ملت می رسند و مردم برای صیقل دادن معرفت خود دقت می‌دهند. در شهر پنجکند برای تامین نمودن دسترسی هر خانواده به این کتاب هدف اساسی گذاشته شده است. با این مقصد گروه‌های کاری از حساب کارمندان مقامات اجرایی، حکومت دولتی، آموزگاران و فعالان محله‌ها تشکیل گردیده برای خانه‌های پیرانسالان، بیماران و اشخاص برجامانده شخصا رفته کتاب را به دست ساکنان می‌سپارند. مردم سربلند شهر پنجکند تشبث اساسگذاری صلح و وحدت ملی را با یک روحیه بلندی و تندرستی و انسان دوستانه قبول نموده با مقصد حفظ میراث نیاگان کتاب شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی را با یک روحیه بلند قبول کرده ایستادند. ساکنان شهر پنجکند اقدام را همچون نشانی غمخوری رهبریت مملکت در راه بالا بردن معرفت جامعه، احترام به ارزش‌های ملی و تحکیم خودشناسی استقبال می‌گیرند. امروز باعث خرسندی است که تحفه پیشوای ملت جناب عالی محترم امام رحمان به جماعت ما آمده رسید. امروز همه ما خرسندیم که این تحفه را به دست می‌گیریم و به خانه‌ها برده با همراهی اهل خانواده شاهنامه بزرگ فردوسی را مطالعه می‌نماییم. بناهای آباد گردد خراب ز باران از تابش آفتاب پیافکندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم. گفتم مؤلف شاهنامه بزرگ ابوالقاسم فردوسی. باعث خرسندی است که این کتاب نایاب، کتابی که سالهای خیلی پیش نشر شده بود، امروز نه تنها دسترسی بعضی قشرهای برگ دسترسی هر یک عائله، هر یک خانواده تاجیکستان میشد. ما از این بسیار خرسندیم. اقدام تقسیمات شاهنامه از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان افاده واضح توجه رهبریت دولت به فرهنگ، تاریخ و خودشناسی ملی می باشد. این عمل امکان می‌دهد که هر خانواده به گنجینه بی‌نظیر ادبیات کلاسیکی تاجیک دسترسی پیدا کرده نسل جوان به مطالعه، آموزش میراث نیاگان و در روحیه وطن دوستی بیشتر جلب گردند.